مرغ میلانوه، واقعا خوشمزه است. هم میتونی برای صبحانه آمادش کنی، هم به عنوان برانچ. بریم درستش کنیم. سینه مرغ رو با پیاز و هویج و برگ بو، کمی روغن و آب میذاریم بپزه. بعد از اینکه مرغمون کامل پخت، هویج و برگ بو رو جدا میکنیم، مرغمون رو نگینی خوردش میکنیم. بعدم بهش یکم پنیر پیتزا رو میزنیم، نمک، فلفل سیاه و سس مایونز. یه قاشق غذاخوری سس خردل ملایم رو بریزین. بعدم نونای تستمون رو دورگیری میکنیم. از موادمون داخلش میذاریم، پنیر پیتزا میریزیم، میذاریم توی دستگاه تا گریل بشه. اگرم کافه دارید بهتون پیشنهاد میکنم اینو حتما توی منوی صبحانه‌تون بذارین. این دومین آموزش از 10 تا رسیپی صبحانه و برانچ من بود. اگر این ویدیو رو دوست داشتی پیج منو فالو کن تا بقیه آموزش‌ها رو از دست ندی. نوشه جان، حتما درستش کن.